آقا خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بعد 3 ماه غیبت به خاطر نبودن نت و خاموشی مطلق بالاخره برگشتیم و میخوام فعالیتمو هر وقت شروع کردم، حالا فعالیتمو چند برابر اون چیزی که بود بکنم و از این مطمئنم که قراره یه چنل، اصلا این چنلی که قراره از اینجا به بعد ببینید مثل چنل قبلیم نیست. یعنی توی چنل ولی مثل ویدیوهای قبلیم نیست دیگه. یعنی کلا قرار سبک رو عوض کنیم چون کال آف دیوتی موبایل واقعا دیگه کلا چرت شده. من خودم هم نمیدونم ادامه بدم بازی کردن یا نه. میخوام سبک رو کلا عوض کنم و سبک چنل رو به چیزای فانتر، به ویدیوهایی که میشه به عنوان یه ویتیوبر یا همون ویتیوبر گرفت و فان باشه. فقط کال آف دیوتی که نمیشه. کال آف دیوتی فقط مثلا بعضی مواقع، حالا لایو و این چیزا واقعا به درد میخوره. ولی اینو میخواستم بگم که قرار سبک عوض کنیم. توی چنل تلگرام گفتم حتما جوین بشید، لینکشو میذارم. هم توی اصلا توی چیز هست، اصلا چیه چنلم برید قسمت معرفی رو بخونید، توی دیسکریپشن هم براتون میذارم. و اینکه خلاصه همه شروع کردم فعالیت. ما هم یه چند فکر کنم همین روزا شروع کنم دیگه، 2-3 روز دیگه. این ویدیو صرفا برای اینه که بگم قرار چی کارا بکنیم. یعنی الان گفتم نصف چیزا رو. بحثی که میمونه قرار چه سبکایی باشه، حالا مهمم نیست مطمئنم براتون. سبک هایی که توی چنل من هست، من یکیشو خیلی دوست دارم، ریاکشن به موزیک رپ. من تصمیم دارم این ویدیو رو اگه بفهمم چطوری کپی رایت نخورم سرش، خیلی ویدیوهای خفنی میتونم براتون بسازم. یا اینکه مثلا یه سری ویدیوهای رأی دادن دارم، یه سری ویدیوهای فان دارم، میتونم با یوتیوبرهای دیگه همکاری کنم، گیم بزنیم، گیم‌های خفن، ماینکرافت، نمیدونم گیم‌های آنلاین دیگه به غیر از کال آف دیوتی. اصلا کال آف دیوتی میتونم با یوتیوبرهای دیگه بزنم. خلاص قرار همکاری زیاد باشه و فعالیت خیلی قرار بیشتر باشه نسبت به قبل. آپلودا یه ذره ریسکیه. ممکنه مثلا من بگم فردا میخوام این ویدیو رو آپلود کنم، یه دفعه اینترنت ضعیفش و آپلود بیفته واسه یه روز دیگه. اینا رو گفتم که بدونید. ممکنه هر 2-3 روز یک بار ویدیو بذارم، یا مثلا اگه وقتم خالی بود یه دفعه 2 ویدیو پشت سر هم دادم. ولی این روزایی که بهتون میگم میخوام همیشه ویدیو بذارم. روزای دوشنبه، یعنی 3 شنبه نه، مثلا من میگم دوشنبه میشه یک شنبه شب آپلود میکنم. بعد برای 4 میشه 3 شنبه شب. جمعه و 5 شنبه ممکنه هر 2 روزش ویدیو داشته باشیم، اگرم نتونیم وقت نکنیم فقط جمعه میذاریم. این روند میخوام ادامه بدم و اینطوری ویدیو رو بچینم برنامه‌شو که آپلود کنم. خیلی طولانی شد و اینکه من هنوزم میگم سر اون قضیه درآمد هیچ وقت بچه فراموش نکنید یوتیوب فارسی هیچ وقت تموم نخواهد شد. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. یه لایک هم بزن، سابسکرایب هم یادتون نره، توی چنل تلگرام هم جوین شید. همین. خدا نگهدار تا فعالیت بعدی.